هرچند که کسب من تیب است لیکن همین کانتنت من که در مدت 5-6 ماه کانتنت رو ساختم یعنی که توانستم که از زمان قصه ها رو از کتاب گیرم شعرهای شاعرانه یعنی که قرائت کنم کانتنت خود رو در جامعه یعنی که پیدا کردم مقصد انسان میتواند که به یگم نوارهای فسادی که آنها در شبکه‌های اجتماعی میپرتند میخواهند کانتنت خود رو پیدا کنند یعنی که محبوبیت خود رو پیدا کنند به یگم نوارهایی که از دیگر کسان میگیرند تقلید میکنند به همین میتوانند کانتنتی که امروز من دارم زیاده از 60,000 زیاد است همین را با شعر شاعران و با کتاب خواندن و قصه مردم رو گرفتن و به همین پیدا کردم نگرفتم مثلا یک نوار فساد از یک غرب گرفته در صفحه‌های خودمون پرتیم که امروز با مثلا جامعه ما عموما با فرهنگ ما عموما یعنی که مقایسه کنیم اگر مثلا چی میگم راست نمیآید به همین خاطر امروز توصیه می‌کنم که خوب میشد اگر جوان‌ها خوب میشد فرهنگ خودمون مثلا تاریخ خودمون همین از فرهنگ تمدن از زندگی نامه مردم خودمون اگر میگرفتن امروز اگر خوب میشد که همه را زیادتر میکردن خوبتر میشد هر روز ما میبینیم که یک بلاگر در همون پشت رشوتکه با مدت 5 روز 10 روز 12 روز امروز علاقه پشت پنجره یعنی که نواراشون برآمده سن من راستی راضی هستم که مثلا همین طریق بلاگرایی که مثلا جامعه را امروز با فسادی میبرن یا حتما جزا گیرن من ضد نیستم یا باید سر راهی گرفته شود یعنی که بلاگری بدن یگان چیز بد نیست تنها او را با منفعت جامعه استفاده بردن با منفعت دولت استفاده بردن این خوب است یکی شرط و ضرور نیست که ما یک خواهر یا یک اپایی که مثلا امرو گرفته یا یک نوارها را از غرب میگیرن میبینم امروز یک خواهر میگیرن کلای امرو میگیرن درو میچسبونن او را با چیکار میکنن شانتاژ میکنن که اگر شما امروز مرا پول نمیتی من هم ویدیو را میگیرم در شبکه‌های اجتماعی میبرم آیا همین خوب است را جامعه هیچ وقت قبول ندارد یگان پدر مادر را قبول ندارد نمی روزای آخر ببینید که یک دو بچه را برآوردن یک بار 5,000 یک بار دیگه 10,000 از همون دختر گرفته است گفته که اگر تو مرا پول نمیتی من تو را شبکه‌های اجتماعی در مقصد میپرتم در اینستاگرام و در یوتیوب و در دیگه را یگم در جامعه را هیچ کس قبول ندارد یکم این که اگر بگیم ما شخصا ما خودمون میگیم که ما مسلمان هستیم آیا شریعت آیا مسلمان بودن در همین است آیا قرآن یا که پیغمبر خدا ما را راهنمایی بر همین کرده است قرآن همش تعلیم است تربیه است یعنی یکی راهنمایی به همین میکند هیچ وقت مقصد یگان پدر مادر از فرزند خودش با فکرم که امیر انتظار نیست لیکن فرزندا پشت پرده با چهره های دیگر نفر فکر میکنم که همین صفحه ها را میکشایند و همین نوارهای فساد امروز در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند نگاه کنید که شما فکر کنید که یک نوار را پهن میکنید همون را پدیلیت میکنند یک دیگر به یک دیگر عیش به عیش هم یک نوار پهن یک لحظه دا میتواند که تمام همون صفحه اجتماعی را به خود گیرد امروز همین اطلاعات همین شبکه اجتماعی به جای رسیده است که یعنی که جنگ‌های اطلاعاتی شما ببینید که جنگ‌های اطلاعاتی سرزدگی است یا که در کدام دولت‌هایی که مثلا امروز اگر یک وضعیت بزرگ میشد علاوه شما پرسید کنید که بعضیان با منفعت خود استفاده میبرند اگر هرچند که ضرر به جامعه و به دولت هم باشد گفته همین کانتنت های ما زیاد شود از خودشون زود استفاده میبرند همون گپ در همون جا نیست عموما نیست بچه بقب یک گپ های کوچکی بچه بقب بچه نگاه که در نتیجه چه خیل شد بچه تری شد هرچند که داخل اون مدرای در داخل ویدیو هیچ چیز نیست در عموم لیکن من فکر میکنم که دوستای عزیز با همون همکسبای ما همون بلاگرایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی هستیم با کسی سخت نرسد دوستای عزیز التماس و خواهش میکنم از شما امروز بیایید جامعه رو با کاسگی با بیسوادی یعنی که برعکس امروز دولت ها را بین چندین سال از ما پیش هستند
илтимос ва хоҳиш мекунем ки ҳамин наворҳоро паҳн накунем. Мо наворҳое кунем ки имрӯз барои ҷомеа манфиат биёрад, барои номаи аъмоли худмон манфиат биёрад. Ягон кас вақте пурсиш мешавад, моро аз наворҳои фасоди мо касе намепурсад. Касе фақат аз амалҳои неки мо мепурсад. Чӣ дар дунё чӣ амал кардед? яъне ки дар дунё чӣ амал кардед? Аз ҳама мо пурсон мешавем. имрӯз якум рӯзе ки ман ҳамин саҳифаро кушодам, ман шоҳид дорам бо. гуфтам ки ман ҳамин саҳифаро дар роҳи худо истифода мебарам, дар роҳи манфиати ҷомеа истифода мебарам. Да мақсад имрӯзо шумо агар шоҳид бошед, чандин одамои ниёзманд аз ҳисоби ҳамин саҳифаҳои мо худо хоҳад мақсад шахсони саховатманд, соҳибкоро, мақсад мо ҳамҷо як миёнарав ҳастем. ба дасти мо, бале ба дасти мо ҳамин кӯмакшона моро дар наворомон меёбанд, ба мо бовар мекунанд, эътимод мекунанд. имрӯз ҳамон мардуми ниёзманда бурда мерасонем.